سلام، اکرم نصیریان هستم. در تاریخ 9 اردیبهشت 1398 در خیابان دستگیر و به بند 209 زندان اوین و سلول انفرادی منتقل شدم. در مدتی که زندان بودم بدون حضور وکیل بازجویی شدم. پس از 28 روز زندان با قید وثیقه و به طور موقت از زندان آزاد شدم. سلام، منم ناهید شقاقی هستم. در تاریخ 25 اردیبهشت 98 با هجوم مامورین اطلاعات به منزل شخصی و با شکستن درب منزلم دستگیر شدم. وسایل خونم رو مورد تفتیش قرار دادن و وسایلم رو ضبط کردن. به بند 209 زندان اوین و سلول انفرادی منتقل شدم و در 39 روزی که در زندان بودم بدون حضور وکیل مورد بازجویی قرار گرفتم و در نهایت با قید وثیقه و به طور موقت آزاد شدم. سلام عرض می‌کنم. مریم محمدی هستم. در تاریخ 17 تیر 98 با هجوم نیروهای وزارت اطلاعات به منزل و تفتیش و ضبط وسایلم دستگیر شدم و به زندان اوین بند 209 منتقل شدم و در شرایطی که در سلول انفرادی به سر بردم بدون حضور وکیل تحت بازجویی قرار گرفتم و بعد از گذشت 72 روز با قید وثیقه به طور موقت از زندان آزاد شدم. سلام، اسرین درکاله هستم. تو 6 مرداد 98 خیابون دستگیر شدم و من رو به منزلم آوردن. منزلم مورد تفتیش قرار دادن، وسایلم رو ضبط کردن و من رو به بند 209 زندان اوین منتقل کردن. همینجوری بردن به انفرادی و بدون حضور وکیل مورد بازجویی قرار گرفتن و بعد از 52 روز به قید وثیقه به طور موقت آزاد شدم. از مواردی که ما رو مورد بازجویی قرار دادن به اتهام تبلیغ علیه نظام و اجتماع تبانی به قصد برهم زدن امنیت ملی با مصادیق تلاش ما برای